بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه میتوان رنگ نوشته و همچنان بک‌گراند CMD و کاماند پرومپت را تغییر داد؟ با فشار دادن دکمه ویندوز با حرف R صفحه رنگ برای شما باز می شود. در اینجا CMD نوشته دکمه انتر را از روی کیبورد کلیک می کنید. یک صفحه سیاه برای شما باز می شود. روی منوی اصلی رایت کلیک نموده پراپرتیز را انتخاب کنید. بعد در بخش کلر رفته اسکرین بک‌گراند، در بخش اسکرین بک‌گراند یا رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید و بعد در بخش اسکرین تکست هم همینطور رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید. سیاه انتخاب میکنم. بعد دکمه اوکی را از اینجا کلیک میکنم. حالا رنگ صفحه سیاه CMD تغییر کرد و می توانید نوشته را توسط دستور کلر تغییر دهید. مثلا کلر نوشته فاصله علامت سوالیه میزنید، دکمه انتر را کلیک کنید. تمام راهنمایی های رنگ در اینجا برای شما داده می شود. کافی است دستورات را نوشته و رنگ نوشته CMD خود را تغییر دهید. به طور مثال کلر می نویسیم، کلر نوشته دو را می زنیم، رنگ نوشته ما تغییر کرد. و اگر بیاییم کلر بنویسیم سی را بزنیم به سرخ تبدیل شد. و اگر بیاییم کلر نوشته رنگ ای را بزنیم رنگی تغییر کرد. بازم در چی تغییر کرد؟ در لایت یلو، زرد روشن. کلر می نویسیم حرف اف را میزنیم، لایت برایت وایت. خب همین قسمی می توانید تمام کلرها را هر دانه دانه چک کنید. خب تشکر، امیدوارم که چیز را یاد گرفته باشید.